أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید فطر به تمام مجاهدین جبهه آزادی و مقاومت ملی برای نجات افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. با تمام رهبران سیاسی و رهبران جهادی افغانستان و مارشال عبدالرشید دوستم و برادر بزرگوار ما احمد مسعود و تمام رهبران سیاسی و به تمام خواهرای ما به خاطر آزادی خود اگر مبارزه سیاسی میکنن، ما عید سعید فطر را برایشان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. ما به عنوان یک نظامی دولت پیشین جمهوری اسلامی افغانستان و به تمام خلقی های افغانستان و با تمام ملت غیور و ملت مجاهد پرور و ملت آزادی های افغانستان عید سعید فطر را برایشان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و خدا کنه که یک عید سال با صلح، با آرامش، با عزت آبرو و با عفت کامل عید را بگذرانیم و با خوشی و خوشحالی با همراه خانواده هایتان سپری عید نمایید. ما به عنوان یک کسی که 12 سال در نظام جمهوری اسلامی افغانستان خدمت کردم و امروز به خاطر آزادی و آرامش مردم افغانستان همچون مبارزه های سیاسی داریم و مبارزه سیاسی میکنم و ما به خاطر آزادی، به خاطر آرامش، به خاطر آسایش ملت افغانستان و چی طبقه اوناز باشه چی طبقه ذکور باشه مبارزه ها میکنیم و تمام مجاهدینی که به خاطر آزادی افغانستان و آرامش در افغانستان مبارزه میکنه حمایت کامل هم میکنیم. ما برایتان صدا میکنیم از این طریق تلفن و از این طریق چی که هر قدری که شما مالحق جستی آخر بدستی، هر قدری که ظلم کنه شما در افغانستان پایدار نمیمانین. به خاطر آزادی و آرامش مردم افغانستان شما باید راه انتخاب کنه که هم با خیر ملت باشه هم با خیر دولت. در غیر از اون اگه با خیر ملت نباشه شما نمیتونین در افغانستان پیروز باشین و هیچ غایت با آرزویتان در افغانستان نمیرسین. یک دویم دیگه، اگر میخواهید که پاکستان شما را 20 سال در خاک خود جای داد